اشکش در اومد، همون مادری که یه روز بوده حرفش سر اومد. دوباره بار ماتم و غم رو کولش نشست، با این همه سن و تجربه غرورش شکست. باره حسرت شد و رو زخمش نمک نشست. جلو بچن یه طوری که مرش وسط شکست، که پیرزن راضی بود که در جا بمیره، ولی نرسانن تو دلش غم جا بگیره. بدون هرکی بلایی سر مادرش بیاره، همون بلا رو بچه خودش سرش میاره. پس یه روزی همین وقت میشینه دور تو تخت مادرت، میشه تخت پیری خودت. یادگار حال و روزت، جواب قلبت رو چی میدی؟ این همونه که به تو شیر داد بمیرم با چه امیدی؟ چه در دیدار این بناست نراه پس داری نپیشم. تازه حس کردی که یه روزی تو هم مثل اون پیر میشی. بمیرم واسه اون قلبش که باز میگه پسر دارم، بازم حرف تو که میشه میگه خیلی دوستش دارم. نمیگه من رد کردم خودم خواستم که تنهاشم. خدا بگیر ازم جونو، ولی بذار نباشم، ولی بذار نباشم. شاید تو گولی حرفم گذافه گوییه، ولی بدون روز کار بد جواب خوبی. قدیما فرزن همیشه داشت حساب کاراشو، حتی جلو بزرگتر نمیکرد دراز باهاشو. ولی الان جوون مردی رفته زیر پادی که مرام خیلی وقت دست به زیر خوابیان. ما سکنیم که این چنین نباشه، کمی تراش کنیم واسه رفت کینه مالیان. جای این که بیننده زجه هاشون باشیم هموطن، بریم ماها جای بچه هاشون باشیم. اونا تو سن پیری محتاج پشتیبانی هم میشن خوشحال با یه سلام خشک و خالیه. روی تخت خوابیدن و دوخت چشاشون به در بریم، با محبت بیاریم دلاشونو به در. باید اونا تو زندگی باشن سرلوحه ماها، همون جوون قدیم پیر با تجربه حالا. باید دونست به پندارسش گوهر نمیدن، باید دونست به دل شکستن هنر نمیگن. باید دونست که ما هم میشیم اصاب دست و باید از حالا داشته باشیم هوای نفس. و اگه انسانی چنین باشه کامل ترینه، که به خدا قسم همه فکر حامل درینه. توی حیات سمنان زیر بارون بشینه، اینقدر کنارشون تا که خیلی آروم بمیره. یادگار حال و روزت، جواب قلبت رو چی میدی؟ این همونه که به تو شیر داد بمیرم با چه امیدی؟ چه در دیدار این بناست نراه پس داری نپیشی. تازه حس کردی که یه روزی تو هم مثل اون پیر میشی. بمیرم واسه اون قلبش که باز میگه پسر دارم، بازم حرف تو که میشه میگه خیلی دوستش دارم. نمیگه من رد کردم خودم خواستم که تنهاشم. خدا بگیر ازم جونم، ولی بذار نباشم، ولی بذار نباشم. خیلی ممنون. مرسی.